السلام علیکم خوانندگان عزیز. ما با همراهی شما دوام درسی گذشته‌مان دوام می‌دیم. یعنی این موضوع امروز موضوع نو است. این موضوع همون موضوع پیشینه، فقط حل نابرابری‌های ایراسیونالی است نام دارد. یعنی ما در وقت حل کردن معادله‌های ایراسیونالی اون قاعده‌هایی را که استفاده برده بودیم در حل نابرابری‌های ایراسیونالی هم همون قاعده‌ها را استفاده می‌بریم و ما کوشش می‌نماییم که دویم وقتی که نابرابری را حل می‌کنیم فاصله ها را که درس‌های گذشته دیده بودیم از همون فاصله ها حل نابرابری در همون فاصله ها نشان میدیم. در هنگام حل نابرابری ایراسیونالی حاضر من یک مثال عادی می‌نویسم. مثال من نمود زیرین دارد x پلس 4 ریشه کوادراتی کالون 3. یعنی این در اینجا که از بس که علامت نابرابری علامت کالون نشان داده شده است، این نابرابری است. اگر بر جای همین علامت کالون ما برابر می‌نوشتیم اونگاه این معادله ایراسیونالی بود. یکم عملیاتی که ما با همراه شما اجرا میکنیم ساحه معینی می‌یابیم. پیش از ساحه معینی ifade زیرین رو اگر یافتنی شویم، این ifade x پلس 4 رو یافتنی شویم، برای ما ifade رو همچون همون معادله کوادراتی معادله ایراسیونالی برای می‌یابیم. یعنی باید که همین x پلس 4 از 0 کالون یا با 0 برابر شود. یعنی x را هر اینجا حساب کرده بیاییم اگر x کالون یا برابر مینوس 4 میشود. در تیر اگر نشان تیم در تیر نشان تیم ما 0 رو نشان میتیم که در تیر 0 همینجا است. مینوس 4 رو میگیریم 4 واحد میگیریم 4 واحدی یخیله را انتخاب میکنیم همین میشود مینوس 4. از بس که اینجا علامت کالون ایستاده است و علامت برابر ایستاده است، برای من نقطه 4 رو الان خیلی روشن میکنم که یعنی مینوس 4 را تعلق همین نابرابری دارد و حل همین مجموع عددها تا پلس بیاخیر میشود. برای همین وقتی که مینوس 4 را نوشتم من قوس عادی ننوشته قوس کوادراتی می‌نویسم. یعنی می‌نویسم که مینوس 4 سرکرده تا پلس بیاخیر این ifade را قبول میکنم، قیمت را قبول میکنم. من بعدی که این کار انجام دادم من با کار دوم میگذرم. دوم ifade یعنی باز همین نابرابری رو خودش رو می‌نویسم نابرابری رو می‌نویسم. کالون 3 گفته شما خیلی که میدونید ما میتونیم که هر طرف همین نابرابری در نابرابری هر طرفش با یک عدد ضرب بزنیم، با یک عدد تقسیم کنیم، با کوادرات برداریم، با کوب برداریم، با درجه 4 برداریم. از این نابرابری ما تغییر نمی‌یابد. فقط هنگامی نابرابری رو با عدد منفی ضرب زدن با عدد منفی تقسیم نمودن علامت نابرابری به مقابلش عوض میشود. همین ما به خاطر میگیریم که چون که هر طرفش بدون نول یعنی با نول تقسیم کردن ممکن نیست. یعنی من هر طرف اگر با کوادرات بردارم x پلس 4 اینا ما اگر با کوادرات بردارم همین خیلی میشود. با کوادرات بردارم این میشود 3 درجه. یعنی نابرابری تغییر نمیشه. اگر وقتی که من ریشه x پلس 4 رو با کوادرات بردارم ریشه نوشته نمیشود. x پلس 4 مینویسم کالون 9 مینویسم میشود. x اگر همینجا خیلی که معادله حل میکنیم x ایوب اگر 9 رو مینویسم 4 رو این طرف میگذارم. برای اینکه 4 رو بزنم علامت نگاه میکنم. علامتش پلس کی است این طرف نویسم مینوس میشود. یعنی از اینجا x اگر که یوبیم 5 میشود. این معنی اون دارد اگر ما در تیر تصویر کنیم این اگر پلسی بیاخری باشد این نقطه 0 باشد این نقطه 1 این نقطه 2 3 4 این نقطه 5 باشد اگر ما حل معین کنیم اگر حل نابرابری این طرف نشان می‌دهد. لیکن وقتی که حل 5 این طرف نشان داد حل نابرابری ما گشته برمیگردیم و حل خودمون که حل ما سوای معنی در گفته بودیم x باید به بجا تعلق داشته باشد.
یعنی ایکس ما با مینوس 4 که بود، اینا ما همون 4 رو با اثر نو اینجا نشون میتونم. مینوس 4 ما اینجاست. اینجا گفته بود که مینوس 4 تا پلوس بیوخیره حل میشود. برای همین حالا ما از 4 سرکاگی با نشون میتونم این طرف در که کجا میبرد. اگر نگاه کنم حال ما از 5 تا 2 رخصت شد اینجا، یعنی 5 سر کردگی حال ما از 5 سر میکند کار میشود. یعنی 5 می نویسم 5 تا پلوسی بیوخیره قوسی 5 هم قوسی عادی می نویسم، چون که 5 در اینجا در علامت نوبروبری ما علامت برابر نیست، برای همین 5 رو قبول نمیکنند بغیر 5 میشه. چون که این اگر ما قدش ما سنجش گذارونیم بگیم که سنجش میگذارونیم اینجا ما اگر x 5 بیم در خود نوبروبری اگر ما همین 5 بذاریم، اگر 5 بذاریم جمع 4 نویسیم کلون 3 نویسیم 5 و 4 9 میشود کلون 3 شما چهلی که میدارید از ریشه کوادراتی 9 هم مینوس 3 میبرد هم 3. ما اگر 3 هم گیریم 3 کلون 3 نمیشود، این حالت وجود ندارد. اگر مینوس 3 هم گیریم مینوس 3 کلون 3 شدن نمیتونند. برای همین 5 حالی ماده متعلق نیست، یعنی حالی ما مددی دیگر است، یعنی حل و حل نوبروبری 5 نیست. اکنون 5 بلو 6 حل می شود، 7 حل می شود، 8 می شود، 9 می شود، 10 می شود، 11 می شود، 12 می شود. این اما اگر اینجا 12 را انتخاب کنم شما برای که گذاریم ریشه را گذاریم 12 جمع 4 گویم کلون 3 نویسیم، اینجا 12 و این 16 می شود کلون 3 نویسیم. از 16 که 4 می باید 4 حتما از 3 کلون، لیکن از 16 مینوس 4 هم می باید مینوس 4 می باید این وای تعلق نداره، چون که مینوس 4 این کلون 3 شده نمیتونن، این ما قبول نمیکنیم. برای همین جوابی مثال ما فاصله 5 تا پلوس بیوخری همین با جواب مثال ما داخل میشه. باز ما شما قطعی باز یا مثال دیگر انتخاب میکنیم. این مثال ما نسبت این مثال کم طرف مشکلتر میشه، یعنی یا زینه بالا، یعنی شما باید فرمولوی موضوع کوادراتی همین فرمولوی چی رو کنید. مثال من همین خیلی نمود دارد. مثال است x جمع 79 خوردی x پلوسی 7. در اینجا دو تا ifade است، هم در طرف راست هم در طرف چپ دو ifade است. ما با ifade x پلوسی 7 کوردور نمیشه، چون که میستر ما ساحه معینی انمین ifade را میابیم یکم میابیم، یعنی مینویسیم که x پلوسی 79 باید کلون یا برابری 9 شود. از اینجا اگر x ما یابیم x کلون یا برابری مینوسی 79. برای چی مینوسی 79؟ برای اون که 79 در طرف چپ پلوس است و طرف راست مینوس میشه. یعنی اگر ما همین در تیر نشان دادنی شدیم، ما همین نقطه فرض کنیم 9 را همینجا انتخاب کنیم و نقطه مینوسی 79 را اینجا انتخاب کنیم، مینوسی 79 را، یعنی حالی ما انمی ساحه میشه مینوسی 79 تا پلوس بیوخیر. از بس که مینوسی 79 را قبول میکنند، این مینوسیم مینوسی 79 تا پلوسی بیوخیری. این حالت ما در بر میکنیم. اکنون ما همین نوبروبری داشته رو حل میکنیم میبینیم که چی روی میتر. این در مثال مینوسیم 79 خوردی x جمع 7. بازیر خیلی که درسی گذاشته قطعش ما تکرار کرده، با تکرار شاید من گم میزنم. ما میتونیم که هر طرفی نوبروبری رو با کوادرات برداریم، یعنی ریشه x جمع 79 رو مینویسیم نه با کوادرات میبرداریم، خوردی x جمع 7 رو مینویسیم، این هم با کوادرات میبرداریم.
اکنون در طرف چپ پیمو از بس که رشته کوادراتی است هنگام به فایل برداشتم x جمع 79 باقی میموند. در طرف راست باشد این با فرم ضرب مختصر ما گفتیم a جمع b در کوادرات است مانند است. برای این به جای a آمده است x یعنی میشد x در کوادرات جمع این دو را خودش می‌نویسیم ضرب 7 ضرب x پلوسی 7 در کوادرات میشود 49. اکنون این طرف x پلوسی 79 را می‌نویسیم خوردی x کوادرات جمع 14x پلوسی 49. اکنون وقتی که ما همین نوشتیم ما اون اعضایی که در طرف چپ است به طرف راست میبریم. ببینید اگر من به طرف راست برم اگر من میتونم که به طرف راست برم میتونم که از طرف راست را به طرف چپ بیارم. کدام حالتش که من اجرا نکنم برای من لازم میاد که حل من باید که درست برای همین اینا انتخاب میکنم. من به طرف چپ راست نمیبرم راست چپ میارم. من برای این مینویسم چپ خودش مینویسم 79. اکنون طرف راست x کوادرات نازداشته پلوس من این طرف بیارم مینوس میشه. 14 را این طرف بیارم نازداشته پلوس مینوس میشه 14x. 49 را این طرف بیارم مینوس میشه 49. علامت خورده مینویسم خوردی 9. اکنون اعضای مانند اصلاح میکنم. درجه کلانترین قضیه مینوس x کوادرات اول مینوس x کوادرات رو مینویسم. نگاه میکنم یک x اینجا دارم 14x اینجا یک x پلوس 14x مینوس از 14 یک ترک کنم مینوسی 13x مینوسی 49 داریم 79 داریم 79 49 را گیریم اگر 30 میموند با خوردی 9 میشه. اکنون وقتی که من هر حالت نوشتم اینا نوشتیم ما چکار میکنیم؟ بینید اگر در اینجا نزد x کوادرات علامت مینوس است. من برای اون که علامت مینوس باید پلوس کنم باید هر طرفی نو برابر اینجا یک خط میکشم میگم که با مینوس 1 ضرب میکنم هر طرف با مینوس 1 ضرب کنم اگر این مینوس و مینوس پلوس میشود مینوسم x کوادرات. این مینوس با این مینوس پلوس میشود 13x. این مینوس با اینجا علامت 79 بود 49 را گرفتیم پلوسی 30 مونده. اینجا مینوسم پلوس قطعی مینوس میشود مینوسی 30. اکنون علامت خورد میگذاریم. علامت خورد با مینوس که ضرب زدیم کلون میشود یعنی این کلونی 9 میشود. اکنون ما حاصل کردیم مدل کوادراتی را در نمود زیرین x کوادرات پلوس 13x مینوس 30 کلون 9. یعنی این مدل نیست این نوبرابری کوادراتی. اکنون برای اینکه نوبرابری کوادراتی را حل کرده توانیم ما چیکار میکنیم؟ ما همین x کوادرات پلوس 13x مینوس 30 را همچون مدل کوادراتی مینویسیم و حل میکنیم چون که ما درس‌های گذشته ما حل مدل کوادراتی را میدونستیم حل میکنیم. اکنون در وقتی درس پیشتر گفتم a را معین کردیم نزد x کوادرات کوفیسینت a 1 است. b را یافتیم نزد x را کوفیسینت 13 است. s را یافتیم این مینوسی 30 است. اکنون از اینجا دیسکریمنت مدل را بنویسیم b کوادرات مینوسی 4as نویسیم اگر برابر با جای b که ما چه بذاریم میشود 13 در کوادرات مینوسی 4 خودش مینویسم 1 مینویسم ضربی مینوسی 30 برابر. اینجا 13 را با کوادرات برداریم 169 میشود 169 میشود. اینجا مینوس داریم مینوس و مینوس ضرب کنیم پلوس میشود 4 کرده ضرب کنیم 120 میشود. این اگر هر چه جمع کنیم 289 میشود. اکنون ما شما قطعی حل کردیم یافتیم دوم تو اینجا را حل کردیم یافتیم. اکنون دیسکریمنت که یافتیم ریشه را حساب کرده میمونیم یعنی x 1 2 این برابر میشود ما برابر میشود 289 این میشود فرمولا داشتیم که
مینوسی ب پلوس و مینوس ریشه د تقسیم 2a برابر قیمتش بذاریم اگر مینوسی 13 پلوس و مینوس ریشه 289 تقسیم 2 ضرب 1 برابر مینوسی 13 پلوس ای 289 17 میبره تقسیم 2 یعنی اگر ما x یک یوبیم ما باید که جمع کنیم 13 با 17 جمع کنیم ای 17 13 را میگیریم میموند 4 را باید تقسیم 2 میرسد و x در اگر یفتنی شویم مینوسی 30 میشد مینوسی 15 میشد یعنی ما دو ریشه های معادله را که وقتی که این معادله مون یافتیم همین معادله داشته رو با ضرب کننده جدا میکنیم برای با ضرب کننده جدا کردن درس گذشته گفتم که برای اینکه با ضرب کننده جدا کنیم نمودی زیرین میکنیم یعنی من همین ایفاده را می نویسم x کوادرات می نویسم پلوسی 13x مینوسی 30 را می نویسم این برابر است با یعنی با جوی a یک اومده است قوس دارم x طرحی x یک 2 است می نویسم و x طرحی مینوسی 15 می نویسم برابر اینجا ضرب کنیم اگر بشود x مینوسی 2 x پلوسی 15 یعنی ما همین افاده معادله رو با ضرب کننده جدا کردیم اکنون وقتی که با ضرب کننده جدا کردیم ما ساحه معینی میدونیم ما دومی مثال رو در بالا حل میکنیم اکنون ما پاک میکنم اون این طرف اکنون نوبرابری خودش می نویسم x کوادرات پلوس 13x مینوس 3 x کوادرات رو می نویسم پلوس 13x مینوس 3 کالونی 9 نوشتم اکنون همین نوشتم با جای همین ایفاده حاصل ضرب میگذارم با جوش می نویسم x طرحی 2 x جمعی 15 کالونی 9 اکنون نوشتم اکنون در اینجا وقتی که نوشتم اینجا دو تا ضرب شونده شده است یعنی حاصل ضرب دو ایفاده کالونی 9 است اینجا حالتهای گوناگون است این حالتهای گوناگونش این یک حالت اگر ما با اینوبت گیریم این حالت یکمش میگه که حاصل ضرب دو عدد همون وقت کالونی 9 میشود که اگر هر دوش مثبت باشد یعنی ما هم x مینوسی 2 رو مثبت قبول میکنیم هم x پلوسی 15 رو مثبت قبول میکنیم این یک حالتش اگر ما همین حالت حل کنم همین حالت حل کنم این گفتنی گفت که x سیوبم اگر این کالونی 2 میشود اینجا اگر x سیوبم x کالونی مینوسی 15 میشود یعنی دو قیمت در سیستم حاصل شد که هم از 2 کالون است هم از مینوسی 15 اگر عددی که 2 کالون باشد و حتما 15 کالون میشود برای همین جواب ما در اینجا x کالونی 2 میشود یعنی x کالونی 2 شود من می‌نویسم a2 تا پلوسی بیاخره یعنی قبول میکنم دویم حالتی که من با اون دوچار میشم این گفتنی گم که هر همین ایفاده ها هم x مینوسی 2 باید خوردی 0 باشد و هم x پلوسی 15 خوردی 0 باشد اگر من این حل کردنی شوم x خوردی 2 میشود اینجا x خوردی مینوسی 15 میشود اگر من اینم حل کنم بینم اگر عدد از 2 خورد باشد مینوس 15 خورد باشد حتما وای از 2 خورد است برای همین در اینجا من میتونم که جواب نویسم که عددی بدگی من بوده است خورد که باشد مینوسی بیاخری تا مینوسی 15 اکنون من دو جواب حساب کرده یافتم هم بالا نوبرابری یکم حل کردم جوابش یافتم هم نوبرابری دوم حل کرده جوابش یافتم ولی من جوابی مثال یافتگی نیستم چون که من برای اینکه جوابی مثال بیارم من باید با سوهای معینی که ما گذشته بودم همون سوهای معینی قطعی جوابگوی باشد حل من برای این من در تیر عددی نشون میدم که
соҳаи маънӣ ман куҷода буд, ман бояд чикор кунам. Ана ки тирда мекашам, тирда нишон метавам нуқтаи нола. Мо вақте ки ҳал карда будему ёфта будем соҳаи маъниро ба ҳамроҳи шумо, мо гуфта будем ки дар мисоли дода шуда x-а мо маян кардем ки x гуфтем ҳал монаста x плюси 79 калон ё баробари 0, яъне биёрим агар минуси 79 x ай минуси 79 калон. Ман ҳамин 79-ро ҳаминҷа ишора мекунам, минуси 79-ро ҳаминҷа ишора мекунам. ҳали ҳамин мисоли мо буд анави тараф ҳамин калон буд инқадар. акнун дар ҳал ки ман соҳаи маъниро нишон додам, акнун ҳамин ҳалҳои ёфтагима дар ҳамҷо нишон медиҳам. ина якташ 2 будааст. 2 бошад, анаи 2ро агар ман инҷа интихоб кунам, 2ро ана ки 2ро ки азбаст ки қабул намекунад, ман 2ро анахели намуд менависам, анахели менависам, дар мегзорам. ин 2 будааст. ҳамин 2 ки бошад, ҳалш аз 2 боло меравад, яъне ин тараф меравад, ана ин тараф меравад. ҳали ояндае ки мо дорем, ҳали минуси биохирӣ то минуси 15 рафтааст. минуси 15 мо агар ба шарти ки анамиҷа минуси 15 бошад, ман ҳалша нишон кунам, агар аз минуси 15 то минуси биохирӣ ин тараф меравад. яъне нигоҳ кунем, агар дар кадом фосилаҳо ду фосила шида шудаe, як фосилаш шида шудаe аз минуси 15 то ин тараф, фосилаи дигараш айвай. яъне ман метавонам ки ин тарафаш минуси биохире, яъне ман метавонам ки ҳамина нависам ки ҷавоб да ки ай минуси биохирӣ то 15 ин тарафша ман метавонам ки нависам ки ин тарафаш мешавад аз 2 то плюси биохирӣ. яъне мо ҳамин намуда навишта метавонам. яъне агар ки ман аз ҳамин дохил кадом қиматеро ки интихоб накунам, нобаробарӣ мара қаноат мекунад. барои ҳамин мо бояд кӯшиши оно кунем ки дар вақти ҳалли нобаробарӣ ҳамин тира кашем тири ададиро дар тири ададӣ нобаробариро нишон диҳем. агар шумо оиди ҳамин мисолҳо ягон чизи нофаҳмо шавад, марҳамат боз дар комментария нависед. мо кӯшиш мекунем ки ба саволи шумо ҷавоб дадем. дар вақте барои он ки шумо нобаробариҳои иррационалиро ҳал карда тавонед, осонаш ҳал кардан гиред, баъд душвораш худаш ҳал шудан мегирад. ба диққататон раҳмат.